خیلی ممنون از صحبتتون. آقای دکتر ایزدبخش علی سلیمان‌زاده. من قبل از آقای دکتر ایزدبخش شروع بکنم یه تشکر ویژه بکنم از آقای دکتر ایزدبخش امروز به هر حال این جلسه زحماتش به دوش ایشون هم بود. من نتونستم به خاطر مشکلاتی که شخصا پیدا کنم تشکر کنم از آقای دکتر ایزدبخش که از صبح زود دانشگاه هستن و این فضا رو تونستن ایجاد بکنن. حرفی از آقای دکتر مهرفر. آقای دکتر ایزدبخش اگر صدای منو دارید استفاده میکنم از صحبت شما. سلام دکتر. سلام علیکم خدمت همه همکاران محترم، دوستان عزیز. عرضم حضورتون که خیلی سوالای کلیدی سوال شد از آقای دکتر رمضان‌پور و آقای دکتر واحدی عزیز. من یه چند تا ایراد میگم حالا جدای از اون کامنتایی که اساتید محترم گذاشتن داوران قبلی. آقای ناز یک کار اساسی که کردن یا نکردن اینه که اصلا هیچ چیزی در مورد دینامیک سیستم صحبت نکردن. دانشجو وقتی به این مرحله میرسه پروپوزال پیشنهاد میده قاعدتا باید یه سری ارتباط رو بدونه، باید سیستمش رو بشناسه. حداقل نمیگه یه کنترل کننده ساده پیاده‌سازی کرده باشه حداقل روش. ایشون حالا کاری که کردن الان آمدن 60 چیزی دارن به هم میزنن، یعنی فازی و تطبیقی و مدل ارزشی و بله جانم دکتر صداتون مثل اینکه ضعیف. الان صدا خوب هست؟ آقای دکتر خیلی ضعیف شده باش. میخواید برید اونجا آقای ایزدبخش. اینو ببندید که اکو نشه. ما برنامه می‌ذاریم. خب عرضم حضور مبارک دوستان. صدا هست؟ بله بهتر. خب عرضم حضور دوستان که درسی که داشتم این بود که آقای کارت زنبی که کشیدن که دقیقاً الان آمدن الگوریتم مدل ارزشی، فازی، تطبیقی، نمیدونم هوشمند چند تا چیز دارن به هم دیگه می‌زنن تا می‌خوان یه کار خاصی انجام بشه. خب الان مشکلی که وجود داره، من به اون قسمت قبلی کار ندارم، از خیلی از سوالام حالا حل شد چون قبلا پرسیده شده. مسئله که وجود داره اینه که الان توی بحث پیاده سازی آیا تا هیچ گونه صحبتی حتی درباره سیستمشون نکردن. خب یه سرش درباره ربات گیمبال میکنیم. خب گیمبال‌ها یه رباتایی که روی کواد سوارن. آیا ایشون میخوان این حالا من اینجا چون تو جایگاه آیتات ایستادم، آیتات میخوان که این ربات کواد آیا روی یه دونه این ربات گیمبال روی یه کواد یا یه ربات آیتات برو کنار رو بابا دکتر بشین که وایسته که جوابش رو بده. جواب بده. خب عرضم به حضورتون که این رباتی که ایشون انتخاب کردن آیا روی یه دونه کواد سواره و اون معادلات دینامیکی که ایشون توی این پروپوزالشون آوردن قاعدتا دانشجو تو این مرحله میگم باید یه سری اطلاعات اولیه داشته باشه حتی یه کنترل کننده ساده رو پیاده‌سازی کرده باشه. اون چیزی که انتهای اسلاید 20 ایشون دارن و اسلاید 21 ربات صلب ساده است، یعنی هیچ چیزی نیست بالای این تا مقاله تو این حوزه چاپ شده و حالا رو بسید چیزی که الان من جلو میرم دربارش صحبت می‌کنم. صرف اینکه مثلا بخوان راهکار به کنترل ولتاژ و گشتاور رو به حوزه ولتاژ بخوان تامین بدن، حالا بخوان از یه سری الگوریتم‌هاش مفاهیمش استفاده کنن اینا حالا زیاد چیز جالبی نیست. حالا نمیدونم این آیا محدودیت‌های اکچویتورها لحاظ می‌کنید نمی‌کنید، اینا چیزایی که باید مشخص بشه اینجا. اینکه من واقعا هنوز متوجه نشدم ایشون چیزی که میخواد انجام بده صرف
شما همین عنوان ساده رو اگه توی اسکولار سرچ کنید الگوریتم مدل ارزشی بازی تحلیلی بالای 15300 عنوان با همین تایتل برای شما میاد. من نوآوری به نظر من توی این کار علاوه صرف اینکه یک الگوریتم فازی مدل ارزشی فازی تحلیلی بخواد انجام بشه، به نظر من نوآوری وجود نداره از لحاظ عنوان، مگر اینکه فقط توی همون حوزه‌ای که از حالا توسط دوستان بزرگان همکاران محترم هست، هم از این کارا میخوان از مفاهیمی که حالا وجود داره میخوان به حوزه مختلف از آرن به CN اکستندش کنن که حالا دکتر بلاری عزیزم توی این حوزه تخصص دارن، همچنین بقیه دوستان. اما برنامه دانشجو باید یه سری چیزا رو بدونه. در خصوص پایداری من قاعدتا ایشون الان میخوان یه سری چیزا رو آوردن، کنترل کننده ها سنتی، نمیدونم هوشمند، مقاوم، مبتنی بر مدل فری، همه چیزا رو ایشون آوردن، هر کدوم یه مزایای معایبی گذاشتن. بعضی از اینا نمیخونه. حالا به عنوان مثال مثلا توی اسلاید 7 نوشتن سنتی کنترلر خطی سازی فیدبکی مزایاش مقاوم در برابر نامعینی‌ها. این در صورتی که چنین چیزی نیست. کنترل فیدبک مینیمایزیشن اصلا مقاوم نیست. بعد معایبش مدل بیس بودن، بعد درجه آزادی پایین. این درجه آزادی من نمیدونم مفهوم اینو آقای تا باید توضیح بدن که چجوریه. ایشون یه جای دیگه تو همون صفحه اسلاید 7 بحث مدل ارزشی مرتبه دوم آوردن، از معایبش گفتن محاسبات زیاد، در صورتی که ایشون خودشون هم میخوان اصلا این کنترل فازی استفاده کنن و قاعدتا این معایب رو داره. شما همونطور که دوستان از میدونن کنترل حالا آزاد از مدل بحث لوکالی استابیلیتیشون و بحث ردیابی دقیق اگر مطرح باشه نیاز به بهرهای کنترلی بالاست که در ازش اکچویتی رو قاعدتا مشکلات خاص خودشو داره. به خاطر این میرن سراغ کنترل مبتنی بر مدل، حالا مثل خطی‌سازی فیدبکی اما قوام نداره. میان حالا اینو ساده‌ترین چیز همون اسرائیل مود کنترل روباست کنترل مطرح می‌کنن که این کانسرواتیو و محافظه‌کارانه است. خب یه سری معایب